سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 11 می همراه شما. مقامات تاجیکستان میگویند 386 شهروند کشور تاکنون به صف گروه‌های تندرو در عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان پیوستند و در آن کشورها می‌جنگند. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی روز 11 می در یک نشست درباره مبارزه با افراطگرایی در شهر کولاب گفت 40 نفر از این جوانان زن و فرزندانشان را به آن کشورهای ناآرام بردند. امروز در جنبست 386 نفر در مناقشه‌های جنگی دیگر دولت‌ها از آن جمله سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان و دیگر دولت‌ها اشتراک کرده بودند. و معاینه کردیم که زیاده از 50 نفر جوانانی که گمراه شده و خواجه‌های خارجی خود رفته در این مناقشه‌ها اشتراک کردند هلاک گردیدند. وزیر امور داخلی تاجیکستان که در حضور 500 جوان از گوشه‌های گوناگون ولایت ختلان صحبت می‌کرد گفت در جلوگیری از پیوستن جوانان به گروه‌های تندرو کمک کنند. در عین همایش در دوشنبه در هفته گذشته یک جوان 25 ساله تاجیک که از سوریه برگشته است واقعیت‌های ترسناک در شهر رقه از جمله سربریدن جوانان از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی را نقل کرد. مقامات تاجیکستان از آن نگرانند که افرادی که به گروه‌های افراطگرای اسلامی پیوستند می‌توانند به تاجیکستان برگردند و در داخل خرابکاری کنند. حضور رئیس جمهور چین در پرد نظامی بخشیده به 70 سالگی پیروزی بر آلمان فاشیستی در مسکو را تحلیلگران علامت نزدیکتر شدن دو کشور همسایه و رقیب خواندند. در این راهپیمایی که روز 9 می با شرکت هزاران سرباز و افسر روسیه و همچنین کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان صورت گرفت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در کنار هم بودند. با نظرداشت این بعضی از تحلیلگران گفتند که دیگر جهان چند قطبی می شود و امریکا دیگر قدرت قوی ترین سیاره نیست. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند یک افسر گواردی ملی خود را از بینای بلندآشیانه پایین انداخته خودکشی کرده است. در شعبه امور داخلی ناحیه شاه منصور دوشنبه روز 11 می به رادیو آزادی گفتند سید احمد گلوف پلکونیکی 47 ساله گواردی ملی روز 9 می خود را از بینای 12 طبقه در نزدیکی فرودگاه دوشنبه پایین انداخت و در جای حادثه جان داد. مفتشان سبب‌های خودکشی را تحقیق می‌کنند ولی به گفته خویشاوندانش سید احمد گلوف ماه‌های اخیر مشکلات روانی داشت و به طبیبان هم مراجعت کرده است. مقامات انتظامی تاجیکستان تحقیق پرونده سید مهدی خان ستاروف معروف با لقب شیخ تیمور را که گویا دعوای پیغمبری میکرد به انجام رساندند و قرار است برای محاکمه به دادگاه بفرستند. مولود جان صالحوف یکی از وکیلان سید مهدی خان ستاروف به رادیو آزادی گفت بعد ارسال پرونده به دادگاه ممکن است محاکمه سید مهدی خان ستاروف اولهای ماه ایون شروع شود. روحانی 65 ساله از ناحیه ترسونزاده را که روز 16 فوریه دستگیر شده از جمله به طمع‌جویی و بسیارزنی متهم می‌کنند. با گفته مقامات انتظامی سید مهدی خان ستاروف 7 زن گرفته است و بچه‌هایش را به مکتب نمی‌ماند و سال 2012 نامش را در سندهای رسمی از تیمور به سید مهدی خان عوض کرده است. طبیبان تاجیک میگویند بار اول به آنها میسر شد یک تغییر ژنتیکی در حجره انسان را مشخص کنند که سبب سرطان مغزی استخوان می شود. در آزمایشگاه سلول‌های بنیادی دانشگاه طبی تاجیکستان بعد 3 سال آزمایش ژنتیکی طبیبان توانستند خروموسوم‌های فیلادلفی را در بیماران گرفتار سرطان مغزی استخوان و یا میالیکوز مزمن آشکار کنند. این دستاورد امکان می‌دهد بیماران تاجیک یک داروی گرانبهای تبابت سرطان را از سازمان جهانی بهداشت رایگان دریافت کنند. یکی از این داروها نامش گلیویک است. اگر این را ما قیمتی یک کورس یک ماه در اصل گیریم اگر قریب 2700 یورو می شود. علم طب ثابت کرده است که بسیاری مبتلایان به بیماری لیکمی یا سرطان خون دچار تغییر ژنتیکی با نام خروموسوم فیلادلفی هستند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی 300 نفر و اکثرا کودکان گرفتار سرطان خون می باشند و دستاورد طبیبان امکان می‌دهد عمر این افراد با استفاده از اصول‌های طبابت نو دراز کرده شود.
پهلوان جوان تاجیک خورشید مجیدوف در جام اروپا عید بعد زیودا بین نورسان تا 17 ساله که در رومانیا برگزار شد صاحب مدال طلا گردید. وی در رقابت‌ها در وزن بیش از 90 کیلو رقیبانش از مجارستان، بوسنیا هرزگوین و سربیا را شکست داد و در قوا آزمایی نهایی رقیب دیگرش از مجارستان را نیز شکست داد و اکنون به تاجیکستان با نشان طلا برمیگردد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.